توی 1 دقیقه انواع سبک‌ها و مکتب‌های نقاشی رو یاد بگیر. اگر دیدی در اثری نمایش دقیق با جزئیات واقعی و بدون اغراق یا تخیل هست و تمرکز بر زندگی عادی مردم یا طبیعت داره، بدون رئالیسمه. اگر دیدی از رنگ‌های روشن و زنده با ضرب قلم‌های کوتاه و سریع و تمرکز بر تأثیر نور طبیعی با موضوعاتی مثل طبیعت، مناظر شهری، زندگی روزمره کار شده، بدون که سبک امپرسیونیسمه. اگر دیدی ترکیب تصاویر واقعی با عناصر غیر منطقی و خیالی مثل فضاهای غیر واقعی، رویاگونه یا خوابگونه با استفاده از نمادها و مفاهیم روانشناسی که بیننده رو شگفت زده و سردرگم میکنه، بدون سورئالیسمه. اگر دیدی سوژه ها به صورت اجزای هندسی شکستن و هر شی از چند زاویه قابل نمایش هست و از رنگ‌های محدود و خاکی به طوری که از ترکیب و کلاژ استفاده شده، بدون که سبک کوبیسمه. اگر دیدی یک اثر از رنگ‌های تند و غیر واقعی با فرم‌های اغراق‌آمیز و تغییر شکل یافته برای نمایش هیجان، ترس، اضطراب و یا درد استفاده شده و تاکید بر دیدگاه ذهنی هنرمند داره، بدون که احتمالاً اکسپرسیونیسمه.